تحقیر میکند، مسلمان را اوصل میکند، مسلمان را عیبدار میکند. ویل کلمت عذاب، کلمه عذاب است. ویل کلمت هلاک، الویل واد فی جهنم. چاه است در دوزخ که 40 سال میپرتایند کافر سردگو میره به پایانش نمیرسد. و فیها انواع العذاب، از عذاب های گوناگون در اونجا. این از قرارگاه این مسخره بازا. من از این منبر رسول اکرم به این مسخره بازای صحنه های تئاتر بگویم: ای ناجوان مردها، هرچی شوخی دارد اما دین شوخی ندارد، احکام دین شوخی ندارد. اینو برای شما نه خدا میبخشد، نه پیغمبر میبخشد، نه اسلام میبخشد، نه مسلمان ها میبخشد. الحیا من الایمان، این حیا داشتن خودش نشانه ایمانداری است. همین آدمی به ایمان به حیا می شود. آدمی که ایمان ندارد حیا ندارد، آدمی ایمان ندارد شرم ندارد. این حیا داشتن بسیار بسیار یک چیزی بزرگی از حبیب خدا میگه: الحیا لا یأتی الا بخیر، الحیا کله خیر. این همه اینا حدیث های پیغمبر هست. همه وقت حیا همش خیر است، حیا همش نیک است. برای همین یکی از سنت های پیغمبر خدا این حیا داشتن است. خدا عزیز، حضرت سعدی را خدا رحمت کند، و حضرت میگو که حیا باید که دارد آدمیزاد که لعنت بر وجودی به حیا باد. این خدا رحمت چون کند، همه اونا که قرآن خواندن، حدیث های رسول اکرم که نظارت کردن، اطراف حیا بحث و مناظره ها را که نگاه کردن، پس به خلاصه آمدن که وجودی که حیا ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض